اما هیچ کلمه‌ای به آینه شدن خطر نمی کند. دروغه. درد اسم بدله. وقتی کلمه رسانا نیست، حرفها نارسیده می افتن و اینطوریه که هر قلبی رازی سر به مهره. راز سر به مهر تو چیه؟ دلتنگی. دلتنگی راز توه؟ دلتنگی همون بن‌بست و راهیه که فرار ازش بی‌معنیه. آخه تو بگو، وقتی 1000 تا کلمه در ما می جوشه و از ما سر میره و آشوب دل همچنان پابرجاست، چطور میشه دل رو از دالان‌های تنگ حروف بدون اینکه جراحتی برداره عبور داد؟ جراحتی که ما احساس میکنیم در اون دالان تنگ اجتناب ناپذیره. یه راه حل هم بیشتر نداره. راه حل داری برای جراحت قلب؟ هنر فراموشی. اونطوری نگاه نکن. واقعا پاسخ دلتنگی گاهی همینه. تلاش برای عقب روندن و پس زدن همون کلمه نارسیده. با فراموشی تو نمیتونی روی دلتنگی مرهم بندازی. مگه میشه برای چیزی که در لحظه سراغت میاد کاری بکنی؟ یعنی میگی فراموشی یک پاسخ ناکارآمده برای دلتنگی؟ فراموشی گولمون میزنه. ما رو سرگرم نگه میداره. یک راه سست. یک سدی که در اولین پاتک خاطرات از هم میپاشه. من رو یاد تو میندازه. من یه راه سستم؟ تو یک راه نرفته ای. یک آدم در حال فرار از احساساتی که جز حاله های تو خالی احساسی نمی کنی. چرا می ترسی از روبرو شدن؟ دروغه. ما حاضریم هر چیزی رو تحمل کنیم تا یک بار برای همیشه تغییر کنیم. ما حاضریم تا همیشه با هر تلنگری برگردیم به لحظه های تجربه شده و دلتنگ بشیم تا اینکه نترسیم از روبرو شدن باهاشون و بار بعدی و دفعه بعدی دلتنگی حجم کمتری از ما رو درگیر خودش کنه. ما حاضریم هر بار دلتنگ بشیم تا یک بار فراموش کنیم. خیلی از مسائل پاسخی ندارن. تنها باید احساسشون کنی و ازشون گذر کنی. ولی ما همیشه میافتیم دنبال پیدا کردن سریع‌ترین و درست‌ترین پاسخ براش. انگار هر چیزی باید یک پاسخ مشخص و معین داشته باشه. از دلتنگی انتظار داریم چارچوب بزنه به کنجهاش و بیاد قد و اندازه تصورات ما رو بگیره. بشه یه تصویر و یه لحظه و بعد سپرده بشه. دست باد. به همین راحتی. کی گفته راحته؟ گاهی این پاسخ هم در فرار کردنه. آدمی زاد. مثل حالای تو. مثل الان که داری میری. داری پایان دیالوگ رو میبندی تا فرار کنی. تا بری یه گوشه و از دلتنگی بنویسی و یادت نمونه راه ایستادن و روبرو شدن رو. تو یک بار بایست. دلتنگ شو و تمرین کن احساس رو. کی میدونه کدوم راه درست داره؟ من میدونم گاهی اشک پاسخ درست‌تریه برای دلتنگی. وقتی مستعسل و سرگردان هستی بین از دست داده ای و دلتنگی عمیقی برای چیزی. گریه کردن و مرور کردن. مرور اون چه دلتنگشی. نه مرور خاطرات و تلاش برای فراموشی اونها. مرور از دلتنگی تو رو تسکین میده یا دلتنگی رو تشدید میکنه؟ دلتنگی هیچ وقت برای اون دوتا مفهوم نیست. همیشگیه. ماندگار و تلفیقی از گذشته. یادآوریش در عین حال تشدید جای خالی اون لحظه است و تسکین غم خالی اون لحظه. پس روبرو بشیم با غم نهفته در دلتنگی. تو همیشه دنبال کمتر کردن و از بین بردنی. فرار میکنی. آخه به کجا؟ به کدوم مقصد؟ از خودت به کی؟ از خودم به همون دیالوگ ناپایان که گفتی. اینطوری میفهمم کجای قصه‌ام. کجای قصه این؟
اونجا که باید بدونیم دلتنگی یعنی ایستادن و احساس کردن، مرور کردن و گریستن و نه به رفتن و گذشتن. شاید برای همینه که کنار هم دیگه می ایستیم. بلدیم دلتنگ بشیم. یکی می ایسته و احساسش میکنه. یکی فرار میکنه و تلاش میکنه کمش کنه. اینجا کدوم پیچیدگی قصه رو تموم میکنه؟ نمیدونم. تو بگو که همیشه میشنوی از ما. نه از جنس شبی، نه از جنس آدم. تو بگو دلتنگی تو چطوریه؟